امروز در تهران ساعت 10 صبح به وقت ایران آتش شاکرمی از پله‌های یک ساختمون پایین رفت، در حالی که چند نفر از زنان در ایران از چهره‌های سرشناس مبارزه علیه جمهوری اسلامی اون رو همراهی می‌کردند. دوستانش دستگلی به اون هدیه دادند و سپس آتش راهی جهنمی شد که در اونجا جلادی شلاق بر دست گرفت و بر تن آتش شاکرمی شلاق زد. خودشون اسم این جنایت، اسم این فاجعه، اسم این سرکوب زنان را گذاشتند اجرای حکم. ولی در حقیقت وقتی شلاق بر تن آتش شاکرمی فرود آمد، جمهوری اسلامیه که داره حرف میزنه، خامنه‌ایه که از اون جایی که خودشو قایم کرده داره حرف میزنه، همه مقاماتی هستند که در سراسر ایران به جون مردم افتادند و دارن همه زندگی و هستی مردم ایران رو برباد میدند. با این شلاق جمهوری اسلامی اعلام کرد که در مقابل زنانی که بلند شند، حرف بزنند از حقوق انسانی، از حقوق کودک، در مورد تمام فجایعی که توی اون جامعه هست صحبت کنند، این حکومت شلاق به دست میگیره و بر تن اون زنا میزنه برای اینکه بقیه ساکت بشند. از نظر من اتفاقی که امروز در ایران افتاد بسیار مهمه و یک بار دیگه تاریخ مبارزات علیه جمهوری اسلامی و وقایع سیاسی را به دو بخش تقسیم میکنه: قبل از شلاق زدن بر تن آتش و بعد از اون. به خاطر اینکه وقتی حکومت اسلامی اعلام کرد میخواد بر تن یک زن آزاده، یک زن هنرمند، یک زنی که دهنش رو باز میکنه و به تمام فجایع توی اون جامعه اعتراض میکنه، میخواد شلاق بزنه، بسیاری خبردار شدند، میلیون ها نفر خبردار شدند و در مورد این مسئله کمپینی، در مورد این فاجعه کمپینی اعلام شد و در سراسر جهان از همگان خواستیم، از جمله من یکی از کسانی که در این کمپین فعال بودم، گفتم از همه احزاب، از همه شخصیت‌ها، از همه کسانی که این خبر رو شنیدند، میخوام که حتما اعتراض کنید به هر طریق ممکن. و چون در این ماجرا بحث خواهر آتش شاکرمی به میان آمده بود، به دلیل اینکه این رو توضیح میدم برای اینکه بسیاری پرسیدند که اصلا ماجرا چیه و چرا در مورد نسرین شاکرمی حرف میزنید. ماجرا این بود که شکایت کننده خانم نسرین شاکرمی بود، به خاطر اینکه میگه که افترا بر علیهش اعلام شده. من از اول تو جریان این کمپین وارد بحث‌های حاشیه‌ای در این مورد نشدم. نکته ولی اینه که یک نفر شکایت کرده و اون یک نفر وارد آلمان شد. قبلا هم گفتم خوشبختانه از دست جمهوری اسلامی فرار کرد و اومد و در کشور آلمان ساکن شد. چون شاکی اون یک نفر بود، من سعی کردم با خودش تماس بگیرم به خاطر اینکه جلوی این اتفاق گرفته بشه و چون از طریق افرادی و جریاناتی و شخصیت‌هایی کمک کرده بودند بتونه از زیر سیطره حکومت جلاد اسلامی که فرزند اون رو کشته به شکل بسیار وحشیانه‌ای، چون یه عده کمک کردن خوشبختانه و نجاتش دادن اومد اینجا، با همون یک عده هم تماس گرفتم و حتی توی شبکه‌های اجتماعی از طریق همین ویدیوهایی که پخش میکنم گفتم که من اولا تماس گرفتم و خواستم با خانم نسرین شاکرمی صحبت کنم که پس بگیره این شکایت را و مانع اجرای حکم یا شلاق زدن بر تن آتش شاکرمی بشه و در عین حال هم از طریق ارتباطاتی که داشتم با عبدالله محتدی تماس گرفتم که چون کمک کرده بودند که خانم نسرین شاکرمی وارد آلمان بشه، بنابراین ارتباطاتی داشتم، واقعا ارتباطاتی داشتم با خانم نسرین شاکرمی و گفتم که دخالت کنن تو این مسئله
و در عین حال درخواست کردم که علنی راجع به این مسئله حرف بزنن و محکوم کنن. ولی مهمتر از همه، همین الان هم خطابم به رضا پهلوی و طرفدارانشه که یک لشکر وقیحی رو راه انداخت در طول همین کمپین. هرچی راجع به این مسئله حرف زدیم، هرچی گفتیم جمهوری اسلامی نباید شلاق بزنه، یه تعداد، یک ترکیبی از سپاه پاسداران و طرفداران رضا پهلوی شروع کردن در شبکه‌های اجتماعی هرچی کثافت از درونشون در می اومد رو پرت کنن و اعلام کنن که اولا آتش شاکرمی همکار جمهوری اسلامیه، ثانیاً در مورد من و ماهایی که داشتیم این حرفا رو میزدیم از قیافمون گرفته تا سنمون، تا لباسهامون، تا نوع حرف زدنمون، تا گذشتمون، تا آیندهمون راجع بهش حرف زدند و لجن پراکنی کردند. به نظر میرسه که تعدادی در سیاست در ایران دارن سعی میکنن یاد بگیرن چطوری میشه دیکتاتور شد، چطوری میشه در مقابل مردم ایستاد، چطوری میشه فضای عمومی رو دید حرفی نزد، چطوری میشه وقتی از کسی میخوان راجع به همین مسئله حرف بزنه خودش رو قایم کنه یا خودش رو تافته جدا بافته بدونه و طرفداراش بریزن و هرچی از دهنش رو میاد نثار کنند. من اتفاقا بعد از اینکه این اتفاق افتاده از کسانی، از شخصیت‌هایی که باهاشون بر علیه اعدام فعالیت کردم میدونستم طرفدار نظام پادشاهی هستن، ولی افراد محکوم به اعدام رو ازشون دفاع کردم و آدم‌های محترمی هستن. میپرسم چی میگید الان؟ در مورد این اتفاقی که افتاده چی میگید؟ سکوت کردن رو در سیاست اپوزیسیون در جمهوری اسلامی به شدت محکوم میکنم. این اتفاق مهمه. این اتفاق یه بار دیگه چهره هممون رو در مقابل مردم قرار میده. این اتفاق نشون میده که شما در کجای حقیقت ایستادی و در کجای تاریخ ایستادی. بحث این که در یک خانواده دعواهایی وجود داره یا داشته یه بحث دیگه است. اینو میذارم کنار، شاید در یک فرصتی با آرامش راجع به اونا صحبت بشه. بحث ولی در مورد اینه که جمهوری اسلامی ایران یک زن آزاده رو، یک زنی که خاله نیکا شاکرمی بود و نیکا پیش اون زندگی میکرد، زنی که دادخواه هست رو برد و شلاق زد. چی میگید الان؟ اگر فقط دارید تمرین دیکتاتوری میکنید، اگر فقط دارید یاد میگیرید چطوری میشه در مقابل مردم ایستاد، چطوری میشه یه عده رو انداخت در داخل جامعه که برن و بر علیه بقیه حرف بزنن و خودت سرتو بکشی کنار، باید بدونی الان دنیا عوض شده. دنیا نه دوره نازی های هیتلره، نه دوره محمد رضا شاه و رضا شاهه، نه دوره کسانی هست که گفتند و زدند و کشتند. جمهوری اسلامی اینقدر کشت، اینقدر زد، اینقدر جنایت کرد که در درون اون جامعه واقعا هرچه تبرزدی جوانه شد. جوانه های زیادی هست. مردم آگاهند، شبکه های اجتماعی تأثیر دارند و همه دارن نگاه میکنند. شما نمیتونی بعد از شلاق خوردن آتش شاکرمی کماکان سکوت کنید. در مقابل جامعه باید جواب بدید آقای رضا پهلوی. و من یک بار دیگه از محتدی، عبدالله محتدی که 45 سال میشناسمش، اونم منو میشناسه، یک بار دیگه میپرسم این اتفاق ساده نیست، این اتفاق کم نیست. فکر نکنید که مهم نیست راجع به این مسائل صحبت کردن. صحبت کنید. با نسرین شاکرمی آیا تماس گرفتید؟ آیا خواستید این شکایت رو پس بگیره؟ الان که خواهرش شلاق خورده، شما هم در جریان هستید و در جریان قرار گرفتید. نظرتون راجع به این مسئله چیه؟ من در این حال از این طریق میخوام به آتش بگم که بعد از اینکه بر تن تو شلاق زدن و الان خودت گفتی که باید چند روز استراحت کنی، میخوام یک بار دیگه به تو بگم تو نمونه ای از زنان آزاده در ایرانی که شجاعت دارن، که در مقابل جمهوری اسلامی و نه فقط جمهوری اسلامی، در مقابل فرهنگ و اخلاقیات و عقب ماندگی اون جامعه ایستادی و داری از آزادی، از برابری، از یک زندگی انسانی، از آزادی و خلاقیت داری دفاع میکنی به عنوان یک هنرمند
به عنوان یک زن و به عنوان خاله نیکا شاکرمی. زنده باد مبارزات زنان در ایران، ننگ و نفرت بر حکومت زن ستیز اسلامی.